سلام، امین مؤیدفر هستم، گزارشگر کلاب The Voice of استقلال. امیدوارم خوب و سلامت و سر حال باشید. خیلی ممنونم بابت اینکه ما رو دنبال میکنید در پلتفرم های اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، توییتر و همینطور کلاب هاوس. تمام تلاش من و دوستانم بر این است که بتونیم اطلاعات و دیتاهای خوبی رو در حوزه باشگاه استقلال برای شما فراهم کنیم و تولید محتوامون مورد توجهتون قرار بگیره. ما رو دنبال کنین از طریق کانال The Voice of استقلال. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر جام خلیج همیشه فارس به پایان رسید و سه تیم مدعی تونستن امتیازات کامل رو کسب کنن و در صدر جدول رده‌بندی با 6 امتیاز قرار بگیرن. شب گذشته تیم پرسپولیس با اشتباه عجیب و غریب پورحمیدی دروازه‌بان تراکتور به یک گل دست پیدا کرد و علیرغم حملات پرشور تیم تراکتور سازی در نیمه دوم و حمایت همه جانبه هواداراش، این تیم موفق نشد گل مساوی رو به پرسپولیس بزنه و این تیم یعنی پرسپولیس با 3 امتیاز شیرین تبریز رو ترک کرد. اتفاق ویژه و جالب توجه در این بازی مصاحبه های بازیکنان قدیمی باشگاه پرسپولیس در خصوص مسائل مالی بود که جای تعجب همه هواداران فوتبال به خصوص هواداران استقلال، سپاهان و تراکتور رو در بر داشت. در بازی دیگه، بازی مهم اصفهان، دربی دو تیم سپاهان و ذوب‌آهن شکل گرفت و سپاهان تونست با اتکا بر تاکتیک خوبی که مورایس به خصوص در نیمه دوم اتخاذ کرده بود حریف خودش رو 2-0 از پیش رو برداره. اون بازی هم حرف و حدیث های خاص خودش رو داشت، اعتراضات محمد ربیعی نسبت به قضاوت بازی و البته نکته جالب توجه حضور یه بازیکن جوان در ترکیب و کمربند خط میانی سپاهان که غیبت نورافکن رو به دست فراموشی سپرد. برای ما هواداری استقلال مهمترین بازی قطعاً دیدار استقلال و ملوان بود. بازی که همیشه در طی این چند دهه دستخوش اتفاقات عجیب و غریب بوده. از اون فینال جام حذفی سال 69 گرفته تا مصدومیت میلاد میداودی و همینطور از دست رفتن قهرمانی در فصل 80-81 در اولین دوره رقابت‌های لیگ برتر در هفته آخر و البته در شهر انزلی. استقلال با توجه به بازی خوبی که در برابر صنعت نفت انجام داده بود با 3 امتیاز پای به بازی مقابل ملوان گذاشت و البته ملوان در بازی با ذوب‌آهن در هفته اول در خانه مغلوب شد و 2-1 نتیجه رو واگذار کرد. بازی که تارتار اصلا دوست نداشت مقابل تیم سابق خودش از دست بده، ولی به هر حال با شکستی که مقابل ذوب‌آهن داشت پای به جهنم آزادی گذاشت. جهنمی که مثل سابق رنگ و بوی خاص خودشون نداره، چون اساساً هواداران نمیتونن در این استادیوم پای بگذارن به دلیل اتفاقات و اون داستانهایی که مربوط به بازسازی استادیوم آزادی وجود داره. بازی در حالی شروع شد که مهدی تارتار آنالیز درستی از استقلال داشت. استقلال به دلیل عدم وجود هافبک های خلاق مجبور بود از بازیکنان کناری خودش در بازی با صنعت نفت نهایت استفاده را کنه. تشکیل دو کانال راست و چپ با حضور هردانی و یامگا در سمت راست و همینطور ابوالفضل جلالی و جعفر سلمانی در سمت چپ نقاط قوت استقلال رو به کناره ها برده بود و مهدی تارتار از این قضیه کاملا اطلاع داشت. بنابراین ابتدای بازی با 3 دفاع مرکزی کار رو آغاز کرد. حضور اکوان، میلاد باقری و نور محمدی در قلب خط دفاعی باعث شده بود که اونها سعی کنن تمرکز خودشون رو در گوشه های سمت دفاعی خودشون حفظ کنن. همینطور استفاده از مجید ایدی و رضا جعفری در نیمه دوم و در نیمه اول کاظمین در سمت راست باعث شده بود که کانال سمت چپ استقلال متوقف بشه. پدرام قاضی‌پور و حسین صادقی هم در سمت چپ به اکوان کمک می‌کردند تا عملاً مسیر حرکتی هردانی و یامگا مسدود بشه که این اتفاق هم افتاد. روی یه اشتباه در خط دفاعی دقیقه 7 تیم ملوان یه پنالتی به دست آورد که خوشبختانه سید حسین حسینی با دقت فراوان و یه رفلکس مناسب مانع از گل زدن تیم ملوان شد. این گل خیلی میتونست کار استقلال رو با این حجم از حضور بازیکنان در خط دفاعی تیم میهمان دچار مشکل کنه که خب خوشبختانه رفت شد و ملوان به گل خودش دست پیدا نکرد. نیمه اول به صورت متوازن دنبال شد، گاهن حتی ملوان
موقعیت هایی را هم خلق کرد. یکی دو موقعیت هم استقلال روی ضربات سر و شوت های پشت محوطه جریمه ایجاد کرد و نهایتا بازی در نیمه اول با تساوی به پایان رسید. تارتار کاملا متوجه بود که استقلال خیلی تنوع خاصی در خط هافبکش نمیتونه ایجاد کنه و با حضور زبیر نیکنفس، مهدی پور و آرش رضاوند کافیه 2-3 بازیکن اونجا در کارهای تدافعی در میانه میدان نقش آفرینی کنن تا اجازه خلق موقعیت رو به هافبک‌های استقلال ندن. بستن کانال‌های راست و چپ هم در دستور کار نیمه دوم قرار داشت تا جایی که جواد نکونام سعی کرد فضا رو در پشت محوطه جریمه برای ملوان بندرانزلی تنگ کنه. هافبک‌ها دونده‌تر، تعداد پاس‌ها بیشتر و خب نهایتاً تنها کورسوی امید استقلال در این بازی که خلق موقعیت سخت بود استفاده از ضربات ایستگاهی بود. همونطور که در نیمه اول هم یکی دو موقعیت به وجود اومده بود، نهایتاً در 10 دقیقه پایانی بازی روی یک ارسال کورنر مورب و خوب از سمت مهدی پور، محمد حسین مرادمند تونست گل اول و پیروزی بخش استقلال رو به ثمر برسونه. مطمئنا حضور مهدی هاشمی نسب به عنوان یک مدافع گلزن و سرزن خیلی میتونه کمک کنه به بازیکنانی چون مرادمند که البته خودشون شاخصه گلزنی رو به همراه دارن. 999مین گل استقلال در لیگ برتر به ثمر رسید و استقلال با زدن یک گل دیگه میتونه به اولین تیمی تبدیل بشه که در لیگ برتر 1000 گل به ثمر رسونده. تیم ملوان با انجام چند تعویض سعی کرد بار تهاجمی تیمش رو افزایش بده. حضور ایمان سلیمی در قلب خط دفاعی و روزبه چشمی رفتنش به خط هافبک نظم کارهای دفاعی استقلال رو ترمیم کرد. ملوانی ها نتونستن در ادامه موقعیت خاصی ایجاد کنند. این سمت استقلال در یک فرصت خوب 2 بار موقعیت گلزنی داشت، یک بار توسط آرمان رمضانی و البته در ادامه اون حرکت مهرداد محمدی که نهایتاً با واکنش خوب دروازه‌بان و مدافعین ملوان استقلال گل دومش رو نتونست به ثمر برسونه. بازی در انتها با پیروزی 1-0 استقلال به پایان رسید. تیمی که خیلی روی نیمکت ذخیره‌ها امکان استفاده از بازیکنان متفاوت در بعد تاکتیکی رو نداره. جواد نکونام با کمتر اندوخته‌ای که در طی نیم فصل از طریق تمرین و تکرار کارهای تاکتیکی برای خودش ایجاد کرده سعی داره بتونه حداقل امتیازهای ویژه‌ای رو کسب کنه. هفته آینده بازی جذاب استقلال و سپاهان میتونه اتفاقات ویژه‌ای رو رقم بزنه. استقلال تیمی که تقریباً با ترکیب 2 فصل پیش خودش پای به مسابقات گذاشته و البته سپاهان کاملا متحول شده میتونن بازی بسیار زیبایی رو در اصفهان و در ورزشگاه نقش جهان به تصویر بکشن. با امید و آرزوی پیروزی برای تیم محبوبمون استقلال و اینکه فراموش نکنیم حمایت از سرمربیمون باید در دستور کار تک تک ما هوادارا قرار بگیره. امیدوارم ایام به کامتون باشه به همراه شادی در کنار تیم بزرگ استقلال.